کجاییم الان؟ کندا. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم خونه ما عوض کنیم. اوه فعلا تو این وضعیتیم. کم کم وسایلایی که بتونیم ببریم و با ماشین خودمون میبریم تا فردا وسایل بزرگ رو با یوال ببریم. امروز هم یه هوای بارونی و مه‌آلوده. ویو لافارژ دیگه. امروز باید با این ویو خداحافظی کنیم. این مدرسه بچه ها بود که خیلی به خونه ما نزدیک بود. البته مدرسه جدیدشون هم خیلی به خونه نزدیکه. حالا خدا رو شکر شانس آوردیم از این نظر. کدومش رو دوست داری دایم؟ این من میدونی چی دوست دارم؟ میکی ماوس؟ نه این من کدوم؟ این چه دستمه من این گوله دوست دارم. خمسه من اینو دوست دارم. ولی من همش رو دوست دارم. رمزان پور خسته ای؟ دشمن هست. چطور بود؟ تا الان؟ سخت ولی جذاب. بله بله بفرمایید. خب اینجا آشپزخونه است که البته ما دیشب یه سری وسایل رو آوردیم دیگه هنوز نذاشتم تو کابینه. این پذیراییشه. این یه خواب دیگه. این قسمت هم که مسترشه، کلوزت و سرویس بهداشتی و همون. و بریم براتون از ویوی خونم بگیرم. تراسشه به این صورت. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. بالاخره امروز روزشه که نقل مکان کنیم به خونه جدید. هم خیلی خوشحالم هم خیلی استرس دارم، به خاطر اینکه خودتون میدونید دیگه اسباب کشی سختی‌های خاص خودشو داره، مخصوصا اینکه مهاجر باشی و خانوادت کنارت نباشن که بخوان حالا کمکت کنن یا حالا هر چیزی. ولی باز خدا رو شکر دوستای خیلی خوبی داریم اینجا که مثل خانواده‌مون هستن و کمکمون میکنن. امروز با من همراه باشید تا بریم با هم دیگه خونه جدید و پروسه اسباب کشی و همه چی رو بهتون نشون بدم. همین اولی کاری بگم به قیافه پف کرده و خسته من اصلا توجه نکنید، چون واقعا خستم. یعنی بگم الان 2 هفته است تو پروسه جمع کردن وسایل و بسته‌بندی و این چیزا بودیم. 2 روزم هست که خونه رو تحویل گرفتیم، یکم تمیز کردیم، یه سری وسایلا رو بردیم اونجا جابجا کردیم. دیگه امروز روز آخریه که همه وسایلا باید بره اونجا. به خاطر همین دیگه یعنی واقعا له و داغونم، ولی خب شیرینه دیگه، میگذره. دیگه از این برج دیدبانی استعفا میدیم، میریم به برج دیدبانی برنابی سلام میکنیم. بالاخره تموم شد. آقای راننده هستم. یکم قلق ماشین
دستش نیومده. آهنگ اوه چه نوری. این وضعیت ما تا زیر پاپور. بعد از ما یکی دیگه هم آسانسور رو بوک کرده بود که جابجایی داره. کوکیتلم سنتر معروف. خدا حافظ. کوکیتلم سنتر. خاطرات خوبی داشتیم. داریم میریم برای تجربه جدید. Let's go. ای راننده این دندش هم این توی چیز دسته هست. میخوام برم تلویزیون. اینجا فورد آمریکایی ها هم این دنده هاش تو دسته هست، مثلا این یوالا. تو جالب، من ندیده بودم تا حالا دنده اینجا باشه. ندیدم. یوال کلا یه شرکت خیلی بزرگیه که ون و تراک و این چیزا اجاره میده. کل سراسر امریکا و کانادا. یکی از سوالات بچه ها این بود که چجوری وسایلا رو جابجا میکنین، با چه ماشینی؟ به راحتی. اینجا ماشینا تراکا 3 تا فکر کنم سایز داره، 10 15 25 فکر میکنم. شما یه مبلغی اول ورودی میدی، مثلا برای سایز 10 و 15 تقریبا $20، برای سایز بزرگتر فکر کنم $30. به ازای هر کیلومتری هم فکر میکنم $1 تقریبا شارژ میشید. الان مثلا ما برای 40 کیلومتر رفت و آمد و یه تراک 15 و $16 هم بیمه یا همون اینشورنس گرفتیم برای ماشین که خدای نکره یه اتفاقی بیفته. کلا فکر کنم $86-7 شد. بنزین چی؟ بنزین هم خب هر چقدر مصرف کنی باید همون اندازه تحویل بدی. خیلی مصرف نمیشه دیگه، نهایتاً 6-7 لیتر یا نهایتاً 10 لیتر. کلا یه جابجایی تقریبا $100 $100 براتون بستگی به مسافتتون. البته ما کمکی هم نگرفتیم. اگه بخوای کمکی هم بگیرید برای جابجایی یه هزینه هم کمکی داره. آره دیگه، دوستان زحمت کشیدن. بله همونجور که قبلا گفتم، حالا درسته که خانواده‌مون اینجا نیست ولی خدا رو شکر دوستایی داریم که مثل خانواده کنارمونن، هوامونو دارن. ما هم تو روزای سخت حالا براشون جبران میکنیم، کنارشون هستیم دیگه. خلاصه اینجوری دیگه ما باید بیشتر هوای همو داشته باشیم، پشت هم باشیم تو غربت. نظر شما چیه؟ غربت نیست که اینجا، لامصب. رشت بارونم داره میزنه امروز. هوای رشته. اینجا شمال بره. رشتی حرف نزن. کی بالا میسته؟ لطفاً رشتی صحبت نکنید وقتی رشتی نیستی. وای بابا. شیراز عشق، شیراز. خواهش میکنم شیراز صحبت نکن شوایر. کاکو اینجوری نمیگن. فلک گازو. آره. ولی میگم ما فلک گازو نمیگیم. آره دیگه ما نمیگیم. چی میگن؟ فلکه گاز. اونجوری. فلکه. همینقدر کش دار. آقا بریم. که پارکینگ اوکی بشه، ماشین رو ببریم داخل که وسایل رو ببریم بالا. این وضعیت منه با یه خروار وسایل. دیگه
اومدیم کم کم داخل پارکینگ به بچه هم برسن و وسایل رو ببریم بالا. سقف اوکیه برو. آره زیاد نیست شبا یه بپر پایین. نه بابا اوکی. شاید بپر پایین یه لحظه. چرا من بپرم؟ تو راننده تو بپر. گفتم فقط میخوام من پیاده کنم. رفت نامرد. ایسا گرفت سقف گرفت سقف بالا گرفت. دروغم نمیتونم بگم. این هم مال تو. من اونجا پیاده کردی خودم اومدم. خیلی شیک. اصلا یه نیش ترمزم نزدی برام. جابجا کردیم و یعنی جابجا که نکردیم، ریختیم و بریم خونه بعدی رو تحویل بدیم. وضعیت اتاق بچه‌ها پیش به سوی تمیز کردن خونه اول. این خونه هم تمیز کردیم، منتظریم صاحبخونه بیاد تحویل بدیم خونه رو بهش و بریم دنبال بقیه کارا ببینیم باید چه کار کنیم. به این صورت خونه مثل دسته گل تحویل صاحبش داده میشه. خب به سلامتی ما هم وسایلا رو بردیم خونه جدید. این خونه خالی شده، الان اومدیم صاحبخونه بیاد که کلیدو بهش تحویل بدیم، خونه رو تحویل بگیره و بریم دنبال کاروبارمون. این دومین خونه‌ای بود که ما تو ونکوور اجاره کرده بودیم. پر از خاطره خوب و بد بود برامون که خدا رو شکر که خاطره های خوبش بیشتر از خاطره های بدش برامون بوده. امیدوارم برای کسای بعدی که بعد از ما میان تو این خونه پر از خیر و شادی و برکت باشه. سلام، خوش اومدیم به روز سوم اسباب کشی. دیروز جابجایی تموم شد، همه وسایل رو آوردیم این خونه، ولی فعلا حالا این خونه کار داره تا خونه بشه. این ست یادگاری من از استانبوله که با خودم آوردم. این تره نلبکیشه، اینم تره استکانشه. به این صورت چای ترکی بخوریم به یاد استانبول. اینم ست قهوه ترکی من. اینم به یاد استانبول قهوه ترکی میخوریم توش، قهوه مهمت افندی. اینم فنجونشه، خودم که عاشقشم. این یادگاری من از ایرانه، نمکدون فلفل دونه که این جای فلفله، اینم جای نمکه. حاج آقا حاج خانوم دوستشون دارم. بالاخره آشپزخونه تموم شد. الان تو این وضعیت فعلا
فقط تونستم آشپزخونه رو تمومش کنم، یعنی بقیه جاها هنوز مونده. اینم اینجوری شد و بقیه کابینت ها رو بهتونشون بدم. فعلا در همین حد چیدم که خونه جمع جور بشه تا برسیم به بقیه کارا. بالاخره بعد چند روز میشه گفت این خونه شد. از اون حالت جنگ زده در اومد تا یه حدودی جمع شده. البته یه سری ریزه خورده کاری ها مونده هنوز، ولی خب دیگه الان اینا مثلا مونده. پارکت های تراس هنوز وقت نکردم درست کنم. تراس تا یه حدودی باید مرتب کنم. هوای امروز عالیه. ویو رو بهتون نشون بدم چه آفتابیه. هوای بهاری، آفتابی و خنک. اما البته پایینمونه. این استخ جون میده برای هوای گرم. میزنه که اسب بازی مورد علاقه‌شو بخره. ببینیم موفق میشه. قسمت لباساشه. من زیتونه خود برند کاسکوه. 3 لیترش 48 تا 99. خیلی روغن زیتون خوبیه. بیا مامان. اسوس هم داریم. 2 تا سس 1.5 لیتری $11.5. پنیر پیتزا هم برداریم. این پنیراست. 2 تا بسته 625 گرمی $20. بین شنیسلایی که من همیشه از کاسکو میگیرم این بهترینش بوده. این خواستید بگیری این رو بگیرید. خیلی خوشمزه است. قیمتش $25 2 کیلو. یخچال لبنیاتشه. شیر و تخم مرغ و این داستانا. حتی شیرکاکو 4 لیتری هم داره. تقریبا 6.68 سنت. $7. من تخم مرغ میخوام بردارم. اکسترا لارجش. بسته فکر میکنم چند تا توشه؟ نه این 30 تاییه. آها اینجا 2 تا 30 تایی یعنی 60 تا. 60 تا زیاده. این تخم مرغا 2 تا بسته 18 تاییه $15. خرید ما هم تموم شد دیگه. اینقدر شلوغ بود نتونستم از همه قسمت رو براتون فیلم بگیرم. اینم فود کوردشه. بریم خونه که وسایل رو سریع جابجا کنم و برسم بقیه کارا. من قبل از اسباب کشی تو پیج اینستاگرامم یه باکس گذاشتم که گفتم هر سوالی دارید راجع به اسباب کشی و جابجایی و اینا ازم بپرسید. حالا یه سری سوالا رو گلچین کردم چون سوالای تکراری هم توشون زیاد بود. چند تا از اونها رو میخوام جواب بدم. بریم جواب یه سری از سوالایی که ازم پرسیدین رو بگم.
یکی از سوال‌ها این بود که چون اینقدر زود جابجا شدین، تصور من از خونه اینجا این بود که میشه سالها بله، تصور شما کاملا درسته، در صورتی که صاحبخونه نخواد خونه رو بفروشه یا اینکه نخواد خودش بیاد تو خونه بشینه. تا زمانی که اون خونه برای اجاره باشه شما میتونید تو اون خونه بشینید. دلایلی که خونه رو عوض کردیم این بود که میخواستیم یه لوکیشنی باشیم که دسترسیش بهتر باشه، مرکزیت داشته باشه، به همه جای ونکوور، به همه شهرهای ونکوور نزدیکتر باشیم که این مسافت رفت آمده برای ما خیلی کمتر بشه. مخصوصا وقتی شما کوکیسلم زندگی میکنی یا هر روز به دانتون یا نورس یا برنابی فرقی نمیکنه رفت آمد داشته باشی، این یکم دچار مشکل میشی، هم هزینه ها بیشتر میشه، هزینه های رفت آمد شما، هم نظر تایم بیشتری باید برای رفت آمد بذارید. یکی از سوالایی بود که برای جابجایی وسایل ماشین چرا کرایه کردیم. بله، ما یکی از کمپانیایی که خب اینجا هستش به اسم یوال تراک و ون و این چیزا کرایه میده برای اسباب کشی و جابجایی. خب شما میتونین اونو کرایه کنید. من تو ولاگم نشون دادم، راجع به قیمت ها هم براتون گذاشتم. یکی دیگه پرسیده که اگه مملکت درست بشه و حالا آخوندا برن برمیگردین. باید بگم که بعید میدونم که بتونم برگردم، چون خب ما چند سال طول میکشه که بخوای اینجا استیبل بشی. کسایی که تو کانادا دارن زندگی میکنن میدونن چه جوریه شرایط، چقدر سخته، تا اینکه بخواین شما مثل شخصی بشین که 15 سال 20 سال داره اینجا زندگی میکنه. حالا شما مهاجرت کردی به کانادا، اومدی تو کانادا، باید از زیر صفر شروع کنی. از صفر نه، از زیر صفر. یعنی بری دنبال افتتاح حساب، خرید سیم کارت شناسایی بگیری. اینا تازه استپای اول مهاجرته که وقتی میرسی کانادا باید انجام بدی. حالا بعد از اون چیه؟ بعد از اون باید بری خونه پیدا کنی، وسایل خونه بگیری، دوباره کار پیدا کنی، زبانت بهتر بشه، به فکر اقامت دائم باشی. بعد از اقامت دائم باید سیتیزن بشی. چند سال این پروسه طول میکشه تا شما اینجا بشید یه فردی که بعد از مهاجرت مثل یه کانادایی به استیبل رسیده. و این که خیلی سخته به نظر من که بعد از چند سال وقتی اینجا جا میافتین دوباره همه چیزو بذارید و برگردید ایران. خیلی ها این کارو میکنن، شاید براشون راحت باشه ولی برای من به شخصه راحت نیست. شاید برای مسافرت، برای دیدن خانواده و دوستان برمیگردم، قطعا برمیگردم. مثلا یکی از برنامه‌های ما ایرانگردیه، ولی فعلا تو شرایط الان نه. به امید خدا وقتی به یه ثبات خوبی رسیدیم که قطعا برمیگردیم، ولی برای مسافرت. یکی نوشته دلیل اسباب کشیتون چی بود؟ مقدار اجاره ثابت مونده نسبت پارسال؟ نه. خب دلیل اسباب کشی رو که گفتم، ولی مقدار اجاره نسبت پارسال ثابت نمونده، اجاره‌های کمتر شده. یه نفرم پرسیده بود راجع به انتقال بچه‌ها از مدرسه کوکیسلم به مدرسه برنابی. باید بگم که من کار خاصی نکردم، فقط تو سایت اسکول دیستریکت برنابی 2 اکانت ساختم برای هر کدوم از بچه‌ها، رجیسترشون کردم. بعد اونا به من نزدیکترین مدرسه به آدرس خونمون رو معرفی کردن، ولی متاسفانه اون مدرسه فول بود تو این تایم از سال، چون 3 ماه دیگه مدارس کلا اینجا تعطیل میشه، تعطیلات تابستونیشون شروع میشه و بعد از سپتامبر دوباره مدرسه ترم سال بعد شروع میشه. یه فرم ترانسفرم برای بچه‌ها پر کردم که از مدرسه کوکیسلم منتقل بشن به برنابی. بچه‌ها اپروف شدن. متاسفانه مدرسه‌ای که نزدیک به خونه ما بود، تقریبا فاصله 700 متری، تو این تایم از سال پر بود. مجبور شدم ما رو به این مدرسه دیگه منتقل کنن که فاصلهش تقریبا 1 کیلومتر بود. بچه‌ها فعلا موقت این 3 ماه رو باید برن اون مدرسه، ولی من باشون صحبت کردم، گفتم که میخوام بچه‌ها به این مدرسه که به آدرس خونه ما نزدیکتر هستم منتقل بشن، ولی خب تصمیم بر این شده که چون اون مدرسه نزدیک پر بوده، این 3 ماه بچه‌ها برن به مدرسه که یه کوچولو از خونه ما 1 کیلومتر دورتره، این 3 ماه اونجا بگذرونن
بعد خودشون اتوماتیکوار بچه‌ها رو برای سپتامبر سال بعد منتقل میکنن به این مدرسه نزدیک خونمون. اینم از انتقال مدرسه بچه‌ها. مرسی که تا اینجای ولاگ همراه هم بودین. سابسکرایب کنین، لایک یادتون نره، برام کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید. هک به تکشو میخونم و جواب میدم.